سلام، خیلی خوش اومدید به کارگاه جادویی انتخاب رشته. توی این کارگاه قرار یک سری اصول، قاعده و قانونهایی رو بهت یاد بدم که تا حالا هیچ کجایی نشنیدی و حتی اصولیشو حداقل بهت نگفت. این قاعده قانون رو بهت میگم که با اونا بتونی یک انتخاب رشته فوق‌العاده‌ای رو داشته باشی که دو فردا بعد از اینکه رفتی دانشگاه و فارغ التحصیل شدی سریع وارد بازار کار بشی و اونجا بگی که دمت گرم آقای اجاقلو، عجب انتخاب رشته‌ای بر من کردی. و اون لحظه‌ای که نتایج میاد و میبینی که اون رشته‌ای که میخواستی قبول شدی، اونجا برداری دعا بکنی بر ما. همین برای من کفایت میکنه. پرحرفی نمیکنم، بریم دوره رو شروع کنیم. رفیق، میدونم که الان ذهنت پر از آشفتگی و استرس و اضطرابه و تو ذهنت پر از سوال بی جوابه. آقا انتخاب رشته بکنم یا نکنم؟ پشت کنکور بمونم یا نمونم؟ آخه من رتبم خراب شده، آخه معدلم کمه، آخه رتبم فلانچی نمیرسه. با 40,000 چی قبول میشم؟ با 20,000 میتونم پزشکی برم، با 40,000 پرستاری میتونم بخونم، پیراپزشکی ها رو میتونم. بین هوشبری و اتاق عمل کدوم یکی رو انتخاب بکنم؟ نمیدونم فرهنگیان میتونم برم، با نمیدونم 100,000 میتونم حقوق دانشگاه تهران بخونم، میتونم اصلا با سوابق انتخاب رشته بکنم. بین دانشگاه تهران و شهید بهشتی کدوم انتخاب بکنم؟ بین داروسازی و که پزشکی کدومش رو انتخاب بکنم؟ اینا سوالایی که تو ذهنته. اما رفیق نگران نباش، من اینجام تا کمکت بکنم. من اینجام که تو رو به آرزوهات برسونم، یک انتخاب رشته فوق العاده بی‌نظیر برات انجام بدم و یک عمر منو دعا بکنی. همین برای من کفایت. شاید خیلیاتون من نشناسید، من یک معرفی کلی بکنم خودم رو. همینطور که تو اسلایدم دارید میبینید، عضو هیئت علمی انتشارات مهر و ماه هستم، عضو انجمن بین‌المللی روانشناسان آمریکا هستم، 2 سال عضو بازرس مرکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بودم، کلی همکاری‌های مختلف، چند سال مدیر مشاوران تو مجموعه‌های ونوس، گیلنا و خیلی از جاهای دیگه بودم. بیش از 45 تا کارگاه تندخوانی برگزار کردم، کلی گواهینامه‌ای که از آموزش پرورش و جاهای مختلفی دریافت کردم، یه سری ابتکارات، یه سری روش‌هایی رو به وجود آوردیم. بیش از 10 ساله که تو زمینه کنکور دارم فعالیت میکنم و بیش از هزاران دانش آموز تا حالا داشتم و تونستم به موفقیت برسونمشون. حالا توضیحات بیشترم توی کانالمون، تو پیجمون میتونید اطلاعات بیشتر رو کسب. اولین نگرانی که خیلی از خانواده‌ها و بچه‌ها منو میبینن میپرسن اینه که آقای اجاقلو، نمرات فرزند ما، نمرات کارنامه فرزند ما به شدت پایینه، آیا احتمال قبولی توی رشته‌های تاپ و نیمه تاپ رو داره یا نه؟ من میگم بله که داره، حتی معدلش اگر پایین شده. خوب گوش بده، این اسلایدر رو ببین. میانگین نمرات بچه‌ها رو از سال 98 تا 1402 برات آوردم. نگاه کن میانگین ها رو از سال 98 تا 1400. بالاترین میانگین بچه ها تو سال 98 بوده 14 13 12. رفته میانگین نمرات اومده پایین تا 8 خورده‌ای. به شهر رو نگاه کن تو این اسلایدا. تو کل کشور استان کرمان که اصلا کلا قهوه‌ای اصلا جمع کرده، میانگین نمرات رو ببین، به شدت افتضاحه. یعنی معدل تو به تنهایی فقط پایین نیست. اگر تو به تنهایی معدلت پایین بود میگفتم بله، گریه کن، ناله‌زاری کن. خب ولی وقتی میبینی همه توی یه سطحید، چه فرقی میکنه همه 19-20 باشید یا همه میخواین 10-11 باشید؟ فرقی نمیکنه این قضیه. گرفتی چی شد؟ داستان از اونجا شروع میشه که وقتی نتایج اولیه یا کارنامه اولیه که شامل نمرات خام و درصدها رو که میدن، یه همچین کارنامه‌ای هستش. این کارنامه خب شامل یه سری درصدها توی یه سری از دروسه و یک نمره کل اختصاصی کنکورتون هم بهتون میدن. معمولا وقتی همچین کارنامه‌ای میاد، خانواده‌ها و بچه‌ها حالشون بده. نمیدونم سرزنش‌ها و دعوا شروع میشه. وای تو نمیدونم پول ما رو هدر دادی، آبروی ما رو بردی، همش سرت تو گوشی بود، نمیدونم دختر عمه دختر خاله ببین چند آورده. رفقای عزیز، خانواده‌های عزیز، من درکتون میکنم که یه کوچولو حالتون بده، احساس شکست میکنید. مگه رقابت همین نیست که یکی نفر یک میشه، نفر دو، نفر سه، نفر چهار، نفر پنج، الی ماشاءالله. توی کنکور نتیجه نگرفتی؟ اشکالی نداره، حداقلش توی انتخاب رشته من کمکت میکنم که یه شهر خوب، یک رشته خوب و یه دانشگاه خوب قبول بشی. بعد از اینکه قبول شدی، اومدی پشت سیستم و دیدی که قبولی تو، اونجا بگی که آخیش
چقدر کیف میده این قضیه. اولیای عزیز باور کنید که فقط شما نبودید که برای فرزندتون کلی هزینه کلاس و آزمون و کتاب و اینها برای فرزندتون کردید. باور کنید چند صد هزار نفر برای فرزندشون، حالا یه کوچولو کمتر از شما یا بیشتر از شما، هزینه کردن. الان دیگه وقت سرکوف زدن اینا نیست. دنبال مقصر نگردید. باور کنید الان فرزند ما، دانش آموز ما بیشتر ناراحته، بیشتر حالش بده. رفیقاشو میبینه، فامیلا میپرسن نمیدونم از اینجور حرفا که آقا چی شد، چند آوردی، گذشته رو ولش کن، تموم شده. الان دیگه وقت افسوس خوردن و اینجور داستانا نیست. بریزید دور، انتخاب رشته رو بچسب که از دستش بریم ادامه ماجرا. که گفتیم نتایج اولیه که اومد بین 1-2 هفته وقت میدن، بعدش کارنامه نهایی منتشر میشه. کارنامه نهایی شامل تراز و رتبه است که یه سری اطلاعات داخل کارنامه نوشته که مشخصات خودتونه، مشخصات ناحیه و بومتونه و مجاز و غیر مجاز شدنتون رو نشون میده و یه سری اعداد هم اینجا برای شما نوشته که تراز و رتبه کل و رتبه کشوری اونجور داستان است. منتها متاسفانه خیلی از بچه‌ها درست حسابی نمیتونن کارنامه‌شون رو تحلیل کنن. میان میپرسن که آقای جاغلو این اعداد ارقام چیه؟ رتبه من دقیقاً کدوم یکیه؟ با کدوم باید انتخاب رشته بکنم؟ بچه‌ها نگاه کنید، رتبه کل در سهمیه نهایی شما با این باید انتخاب رشته بکنید. اعداد ارقام دیگه خیلی به کارتون نمیاد. تو بعضی از رشته ها هم با رتبه کشوری ما انتخاب رشته میکنیم. ببین وقتی که کارنامه‌ت دیدی احتمالاً یا قطعاً رتبه تو یکی از این سه حالتایی که میگم، یا رتبت به قول معروف رتبه برتری 1 تا 99، یا رتبت خوبه 100 تا 1000، یا رتبت متوسط 1000 تا 20000، یا رتبه ایرانسلی داری 20000 به بالا، یا اینکه کلا غیر مجاز شدی. وقتی که کارنامه رو دیدی باز چند تا سوال معمولا برات پیش میاد. این که آقا با این اعداد ارقامی که الان دارم پشت کنکور بمونم یا انتخاب رشته بکنم، یا اینکه با این اعداد مثلا 20000 آوردم چی قبول میشم؟ پرستاری قبول میشم، با 50000 نمیدونم فلان چی قبول میشم، مهندسی میتونم، فرهنگیان میتونم حقوق بخونم با رتبه 100000 اینجور داستانا. یه سری اعداد ارقام همچین حالتی تو داری. درست؟ بریم که اینا رو برات تک تک جواب بدم. ببین اینکه پشت کنکور بمونی یا نمونی یه دوراهیه بین موندن و رفتن. چه کسایی پشت کنکور بمونن؟ آقا کسایی که مشاور درست حسابی تا حالا نداشتن، تو هفته کمتر از 50 ساعت مطالعه کردن. آقا کسایی که اصلا تست درست حسابی نزدن، کسایی که اصلا برنامه‌ریزی درست حسابی نداشتن، سردرگم بودن، کسایی که خانواده‌هاشون اجازه میدن که پشت کنکور بمونن یه سال دیگه، یا کسایی که حال و حوصله اینو دارن که آقا 1 سال بشینن مطالب تکراری تحمل بکنن، 1 سال دیگه فشار و استرس و اضطراب رو تحمل بکنن. شما میتونی پشت کنکور بمونی. میتونی این اضطراب و فشار و استرس رو تحمل کنی؟ بمون پشت کنکور. حالا اینجا میخوام مقایسه بکنم توی یه جدولی مزایا و معایبش رو میخوام برات مقایسه بکنم. ببین اینکه پشت کنکور بمونی چه فایده‌ای داره. اول اینکه خب یه سال تقریبا فرصت مجدد برای مطالعه داری، نمیدونم 1 سال مجدد داری که خودتو ارتقا بدی، اینکه بخوای روش‌ها و شیوه‌های مطالعات رو تغییر بدی. این فرصت‌هایی که وجود داره. آیا واقعاً پشت کنکور بمونی اینا رو میتونی تغییرش بدی، یا فقط صرفا میخوای بیشتر تلاشتو ببری بالا؟ تلاش خشک خالی که نمیتونه تو رو موفق بکنه. حالا معایب پشت کنکور موندن. ببین 1 سال از عمر جوونی تو هدر میدی، استرس و اضطراب فشار زیادی رو باید تحمل کنی، هی از دم از خودت باید بپرسی اگه نشه چی، اگه نتونستم چی، هی دم بدم باید اینا رو از خودت بپرسی. اینکه انگیزت ممکنه از دست بدی، بعد اینکه تنها میمونی نسبت به همسن سالای خودت، تنها میمونی، یا حتی ممکنه که از سمت خانواده اصلا درک نشی، یعنی حس کنی که کسی تو رو درک نمیکنه، و اینکه انتظارات خانواده هم بالاتر میره ازت. وقتی 1 سال پشت کنکور میمونی خب انتظارات خانواده ازت بالاتر میره. بعد اینکه کتابای درسی هر ساله معمولا تغییرات دارن. آیا میتونی هر سال بری کتاباتو عوض کنی یا نه؟ معمولا هم از تغییرات بیشتر سوال میاد. اهمال کاری به امید داشتن زمان زیاد. ماشاءالله قوانین کنکورم که هر ساله تغییر میکنه. 1 سال سن میکنن 22 سال، یه سال میکنن 24، یه بار تاثیر معدل رو قطعی میکنن، یه بار میگن 11ام بیان امتحان بدین، یه بار میگن 12ام. یعنی هی قوانین در حال تغییره. میتونی اینو وقف بدی. طرف یه شاگردی بود 1 سال موند پشت کنکور که مثلا به امیدی که فرهنگیان قبول بشه، همون سال برگشتن گفتن آقا سن 22 سال،
سال قبلش بوده 24 یهو کردنش 22. خب این دانش آموز 2 سال نمیتونه برگرده عقب، 1 سال نمیتونه سنشو بیاره پایین. اینا معایبیه که وجود داره پشت کنکور موندن. حالا جدا از اعصاب خردکنیایی که به بار میاره. اینم میگم من مخالف پشت کنکور موندن نیستم اما باید تو اینا رو باید بررسی بکنی. ببین یه آماری هم که منتشر شده از خبرگزاری، ببین چی آورده برات، دقیقاً تیکه خود خبرگزاری برات آوردن. میگه آقا هر ساله از داوطلبایی که پشت کنکور میمونن فقط 11% موفق میشن. 89% پشت کنکوریایی که پشت کنکور میمونن هر سال رتبهشون بدتر میشه. اینو من نمیگم، برو از دوست و رفیقاتم بپرس که پشت کنکور موندن و خیلی از شما شاید پشت کنکوری باشید که امسال رتبتون با توجه به اینکه سال قبل بهتر بود امسال بدتر شده رتبتون. پس به هیچ عنوان من پشت کنکور موندن رو بهتون توصیه نمی کنم، حتی برای خانواده خودم. سوال بعدی که وجود داره اینه که آقا من انتخاب رشته بکنم یا نکنم. ببین به دلایلی که بهت میگم باید انتخاب رشته بکنی. به چه دلایلی؟ خوب گوش بده. ببین هر سال بیش از نیمی از داوطلبان کنکور انتخاب رشته نمیکنن. ببین یه صف نونوایی در نظر بگیر، این حالا به نفعت یا بدتره. ببین گوش کن منو، یه صف نونوایی در نظر بگیر، شما نفر 101 توی صف هستی، نفر 101 توی صفی، 50 نفر از صف میرن کنار، چه اتفاقی میفته؟ شما میشین نفر 51. رتبت چند بود؟ رو کاغذ 100، ولی در عمل رتبت چند شده؟ نصف شده. 50 نفر رفتن کنار. یعنی اگر دانش آموزی الان 20000، خیلی از بچه‌ها انتخاب رشته نمی‌کنن. این 20000ش ممکنه 15000 باشه، ممکنه 14000 باشه. چرا؟ چون خیلی انتخاب رشته نمی‌کنه. طرف رتبه شده 10000 میگه انتخاب رشته نمی‌کنم، من پزشکی می‌خوام. طرف رتبه شده مثلا 30000 میگه من پرستاری نمیخوام، من مثلا فلان رشته رو میخوام. خیلی انتخاب رشته نمی‌کنن. طرف یا من فقط و فقط دانشگاه تهران میخوام. یا بارها اتفاق افتاده دانش آموز دختری که پدرش اجازه نمیده خارج از استان خودشون شهر دیگه‌ای بره. خب این دانش آموز فقط تو شهر خودش باید درس بخونه، چون رتبهش نمیرسه به شهرهای دیگه و اینجور داستانا، پدرش اصلا اجازه نمیده بره و به خاطر همین قضیه اصلا کلا انتخاب رشته ها خیلی انجام نمیدن. پس به خاطر همین تو باید بری انتخاب رشته انجام بدی. رتبه ها حباب داره. گرفتی چی شد؟ جدای از اون ما یه چیزی داریم تحت عنوان سهمیه ها، سهمیه 5% و 25%. همین مثال نونوایی در نظر بگیر، 2 تا صفه، یه صفه نونای عادی، یه صفه نون کنجدی بفرض. از این آدمایی که اینجا هستن میگه آقا کسایی که کنجدی میخوان بیان اینور، از اینجا باید پذیرش بشن. کسایی که نمیخوان اصلا کلا انتخاب رشته بکنن نون بخرن بیان از صف بیرون. ببین یه دسته که خب 50% انتخاب رشته نمیکنن تو این صفحه میان از صف بیرون، یه دسته هم که چی؟ نونای کنجدی میخوان، یعنی اون سهمیه ها، ایثارگری ها، اونا میرن از صف بیرون، یه صف دیگه ای میرن، اینا میرن کنار. کلا رتبه تو خیلی بهتر از اون چیزی میشه که هستش. متاسفانه انتخاب رشته هایی که بچه‌ها انجام میدن، اشتباه انتخاب رشته انجام میدن، اینجا چوبشو میخورن. گرفتی چی شد؟ این موضوع رو حتما باید حواست باشه. پس حتما انتخاب رشته بکن. یادت نره انتخاب رشته برای جبران ناکامی های توه. یا مثلا شاگردی که با 50000 شریف میخونه، شریف با سوابق انتخاب رشته براش انجام شده، و اینکه خیلی از دانش آموزا از 7-8 تا لیستی که انتخاب رشته که وجود داره اصلا اطلاعی ندارن که جلوتر در موردش صحبت میکنم. و اینکه خیلی از گفتم رتبه های برتر شدن، طرف رتبه بهتری آورده ولی انتخاب رشته نمیکنه، مثلا به امید یه رتبه خیلی بهتره. و اینکه خیلی ها هم انتخاب رشته سوخته انجام میدن، یه انتخاب رشته بسیار بدی رو انجام میدن که متاسفانه قبول نمیشن. جلوتر الان مصاحبه خیلی از بچه‌ای که نتیجه نگرفتن هم برات پخش میکنم. بعد اینکه 40% ظرفیت‌های دانشگاه هم زیاد شده، بعد تو باز نمیخوای انتخاب رشته بکنی. انتخاب رشته بکن، تهش نمیری دیگه، مهرماه تصمیم بگیر برای رفتن یا نرفتن. ما که دیگه محرومیت و اینجور داستانا که نداریم، محرومیت که نداریم، پس انتخاب رشته بکن، تهش نمیری، هیچ اتفاقی هم نمیفته. یه سوال دیگه که خیلی از شما از من میپرسید اینه که آقای حاجی‌اغلو با رتبه‌ای که الان من دارم چه چیزی قبول میشم؟ ببین ما یه لیست خیلی کاملی آماده کردیم که دقیقاً از سال 98 92 1400 401 402 403 هر سال به سال بچه‌ها تو منطقه 1 تو منطقه 2 منطقه 3 سهمیه 5% سهمیه ایثارگران با چه رتبه‌ای قبول میشدن تک تک آوردیم. یعنی مثلا پزشکی تو منطقه 1 2 3
5% ایثارگران کامل تو سال 98 99400 401 یک منبع بسیار قوی رو آوردیم توی پرستاری، توی هوشبری، اتاق عمل، تمامی رشته ها، حتی مهندسی نفت، مهندسی مکانیک، همه رشته ها، توی رشته حقوق، فرهنگیان، همه رو گفتم فرهنگیان، خب همه رو آوردیم داخلش. حله این فایل رو حالا میتونید در انتها بهتون میگم که چطوری اینو میتونید دریافتش بکنید. یه سوال دیگه ای که هست اینه که آقا من غیر مجاز شدم، بازم انتخاب رشته بکنم؟ ببین منو 100% انتخاب رشته بکن، 100%. کارنامه رو ببین، طرف با رتبه 136000 ببین چی قبول شده، حقوق دانشگاه تهران، پردیس خودگردان. میبینی این کارنامه رو میدونی بر چی میذارم؟ به خاطر اینکه بدونیم ما هم میتونیم همچین انتخاب رشته انجام بدیم، ولی نمیایم همه جا دادار دودور را بندازیم. ببین من با 136000 قبول کردم، گوش میدی با چی قبولش شده؟ با سوابق براش انتخاب رشته کردیم. ما هم این کارا رو انجام بدیم، ولی متاسفانه خیلی جا میان یه جوری میگن ما قبولش کردیم، با سوابق انتخاب رشته کردیم. اصلا این به رتبهش ربط نداره. یعنی دانش آموز اگر رتبهش 150,000 هم میشد، اینو میتونست حقوق دانشگاه تهران پردیس خودگردان رو میتونست قبول بشه، اصلا به رتبهش ربط نداره. گرفتی؟ بعضی از انتخاب رشته ها، بعضی از رشته ها به رتبه ربط نداره، چون با سوابق براش انتخاب رشته کردیم. گرفتی چی شد؟ الان جلوتر الان توضیح میدم اینا جریانش چیه، چون میری یه سری جاها این کارنامه رو میبینی فکر میکنی وای اینا کد رشته نهایی و نمیدونم کدهای پنهان و اینجور داستانا، هیچ خبری از کد پنهان نیست. گوش بده. یا مثلا دانش آموز 35000 رشته ریاضی ببین چی قبول شده، مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه قبول شده. یا مثلا دانش آموز 34000 تجربی به نظر چی قبول میشه، فیزیوتراپی قبولش کردیم، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه. گرفتی چی شد؟ بریم ادامه ماجرا. ببین تا کجا اومدیم؟ گفتیم که آقا کارنامه نهایی میاد، کارنامه رو هم که چند تا بهتون نشون دادم. حالا میرسیم به کجا؟ یکی دو روز بعدتر دفترچه انتخاب رشته میاد. شما باید با قوانین و ضوابط آشنا بشین. دفترچه که میاد تازه دردسرا شروع میشه. دردسرا به چه شکلیه؟ به این شکل آقا اولیش خود دفترچه دردسره. آقا یه دفترچه کتاکلفت 500 600 صفحه‌ای رو میندازن جلوت، میگن اینو باید بخونی با یه فونت ریز، کتاکلفت گنگ و نامفهوم، بچه دانش آموز باید اینو بشینه بخونه. آقا اگر سازمان سنجش، اگر این ویدیو رو میبینی، اگر این بچه قرار بود یک کتاکلفت، یک کتاب 500 600 صفحه‌ای رو درست حسابی بخونه با ادبیات و مفاهیم گنگش، همون کتاب مدرسه‌شو میخون دیگه بنده خدا. وقتی که نمیتونه چرا آوردی 500 600 صفحه قانون وضع کردی توی این دفترچه؟ خب معمولا اینو نمیخونن بچه‌ها. بعد اینکه اصلا کلا گذاشته شده اصلا برای نخوندن بچه‌ها. خلاصه آقا یه سری این دفترچه خود دردسر اول. دومین دردسر وجود تنوع توی رشته و شهر و دانشگاهه. ببین رشته هایی که برات آوردم نوشتم، مثلا علوم تجربی 158 تا رشته داره با چند هزار تا کد رشته. گرفتی چی شد؟ مثلا اینطوری بهت بگم، مثلا پزشکی دانشگاه تهران یه دونه کد نداره که، یه دونه کد روزانه داره، یه دونه شبانه داره، یه کد پردیس داره، یه خودگردان داره. بعد میای پایینتر، جدولای پایینتر، یه چند صفحه پایینتر دوباره یه دانشگاه تهران یه 20 نفر ظرفیت داد اونجا برای پزشکی، یه ذره بالاتر دوباره روزانه 20 نفر زده، پایینتر هم دوباره 20 نفر زده. یعنی یه دونه کد مثلا پزشکی دانشگاه تهران چند تا کد داره؟ 4 5 تا کد داره. گرفتی؟ اینطوری کدا زیاد شده، یعنی چند هزار تا کد داره، هر رشته‌ای چندین هزار تا کد میشه. حالا سومین دردسر قوانین گزینش و دوره هستند. ببین ما یه سری گزینش‌ها داریم، گزینش بومی داریم، گزینش کشوری، ناحیه‌ای، قطبی داریم. اینا همه رو جلوتر الان برات توضیح میدم همه رو جلوتر برات توضیحش میدم. گزینش نمیدونم سهمیه مناطق داریم، قوانین محرومیت، بورسیه، تعهدات، دوره‌های روزانه با سوابقی که گفتم طرفا 136000 قبولش کردیم، اینا رو گفتم الان جلوتر توضیحش میدم. دردسر بعدی چینش‌های اصولی و غیر اصولیه که اینجا مهمترین قسمت قضیه هست که چینش بر اساس شانس بچینی، همینطوری برداری سه کدا رو بچینی، یا نه بیای با احتمال و علاقه و اینجور داستانا بچینی، یا نه بیای با ماتریس و روش آریس
انجام بدی. مثلا اینجا رو نگاه کن، یه باوری که وجود داره توی انتخاب رشته اینه که مثلا من یک صفحه ای از اون دفترچه 500 صفحه‌ای رو برش دادم. فرض کنین دایره‌ای که مشکی رنگ یا توسی رنگ داخلشه، فرض کنین مثلا اینا رشته است، یکیش دانشگاه تهران، یکی شیراز، اصفهان، یکی پزشکی، یکی پرستاری، یکی حقوق، یکی فرهنگ، اینجوری است. مثلا یکی از رشته خودت، رشته‌ت چیه همون رو در نظر بگیر. کاری نداره که خانواده‌ها فکر میکنن چجوریه، میان مثلا اینطوری انتخاب رشته میکنن. خب از بین اینا یه سریاش انتخاب میکنن. فرض کنید نارنجی ها رو خانواده انتخاب میکنه، خانواده میاد چیکار میکنه؟ نارنجی ها رو مثلا انتخاب کرد، برمیداره توی یک لیستی پشت سر هم میچینه، بعد وارد سایت میکنه، منتظر میمونه که نتایج بیاد. نتایج هم میاد، میبینی که طرف مردود شده. چرا مردود شده؟ بریم مصاحبه رو ببینیم که بفهمی که منظورم از انتخاب رشته اصولی دقیقاً چه چیزی است. اعلام نتایج کنکور امسال صدای بعضی از داوطلب‌ها رو در آورد. عده‌ای به رتبه پایین و قبول نشدنشون اعتراض داشتن. رتبه‌ام شده 1648، انتخاب رشته‌ام کردم مردودم شدم. رتبه کلش در منطقه 1 شده 1800. بعد دارو و دندون و پزشکی حتی شهرستانم زده. متاسفانه هیچی رو نیاورده. رتبه بچه من 130 شده، پزشکی شیراز انداختن، در صورتی که تهران و شهید بهشتی رو زده. انتخاب اول دومش تهران و شهید بهشتی زده. چند سال 130 شهید بهشتی قبول می‌شده، الان 130 رو زدن شیراز. برخی هم کلاً از درصدهاشون راضی نبودن. درصدام مشکل داره، به درصدام ایراد گرفتم. 1391 انتخاب رشته‌اش مثلا طبق گفته‌هایی که مثلا دو تا مشاور اینور رفتن، اولیاش یه ذره مثلا به قول معروف تخیلی، مثلا نم شریف و اینور اونور قبول شده، ولی دیگه بعدیا رو خیلی با تو انتخاب کرده، کاشان زده، اصفهان زده. خیلی نه که بگم توقعش هم خیلی بالا بوده، قانع بوده به اونی که داشته، حداقل یه مهندسی سطح پایین هم شده بود قبول، ولی کاملا زده مردود. رتبه 283 هنرم منطقه 2، رتبه زیرگروه هم 195 شده. همه انتخابا رو انجام دادم ولی هیچ قبول نشدن، با اینکه رشته مثلا رتبه 400 500 یا حتی 1000 هم قبول شده، ولی من که 200 هم قبول نشدم. 1300 شده منطقه 1، 100 تا انتخاب رشته کردم، همه تقریبا همه ایران هم زدن، هیچ کنون قبول نشده مردم. اینها تنها بخشی از مشکلات این داوطلبان بود، اما طبق گفته سازمان سنجش به اعتراض تک تک داوطلبان کنکور امسال رسیدگی خواهد شد. مرضیه فلاح نژاد، باشگاه خبرنگاران جوان. خب ویدیو رو دیدی؟ به نظرت چرا طرف با رتبه 3 رقمی، با رتبه زیر 1000 یا 1000 خورده‌ای چرا رد شده؟ کل کشورم انتخاب کرده، چرا رد شده؟ چرا مردود شده؟ هیچ جا قبول نشده. اینجا رو نگاه کن، اسلایدا رو. گفتیم که چی؟ گفتیم آقا این یک لیسته، خانواده‌ها برمیدارن یک سری از اینها رو انتخاب میکنن و برمیدارن و قبول میشن. اینجا خانواده معمولا انتخاب‌های سوخته‌ای رو انجام میده، یعنی اونهایی که انتخاب کرده خانواده قرمزها شده بوده، یعنی اونایی که من نارنجی زده بودم دیگه، اونایی که خانواده انتخاب کرده بوده قرمزا بود، یعنی احتمال قبولی تو اونا برای اون دانش آموز 0 بوده، یعنی انتخاب‌هایی رو انجام داده بوده که دانش آموز تو اونا قبول نمیشه. ببین اینایی که سبز کردن برای هر دانش آموز توی یک سری از رشته‌ها، توی یک سری از شهرها احتمال قبولی بالاتره. یعنی مثلا شما یک سری از اینا برات سبزه، دوستت یک سری دیگه براش سبز رنگه. گرفتی چی شد؟ برای هر فردی یک سری از کد رشته‌ها احتمال قبولی وجود داره. اینطوری نیست که مثلا فکر کنی که بله حتما اینجا برای من قبولی وجود داره، همینطوری به ترتیب علاقه بچینی پشت سرم. تو یه سری از شهرستان‌ها، تو بعضی از رشته‌ها اصلا شما احتمال قبولی نداری. این موضوع رو باید حواستون باشه، برای هر شخصی متفاوته. خب بریم ادامه ماجرا. گفتیم که آقا دفترچه که اومد 4-5 روز شما وقت داری که انتخاب رشته انجام بدی و بعد از اینکه انتخاب رشته کردی حدوداً 3-4 هفته طول میکشه که نتایج نهایی بیاد. حالا اینجا میخوام ازت یه سوال بپرسم. به نظرت چرا یه سری‌ها انتخاب رشته میکنن با رتبه خوب ولی مردود میشن، یا برعکس یه سری‌ها با رتبه بد انتخاب رشته میکنن رشته خیلی خوبی قبول میشن؟ به نظرت چیه دلیلش؟ دلیلش رو بیا با هم بررسی. دلیلش یکیش اینه که آقا انجام انتخاب رشته‌های سوخته که تو مثال قبل توضیح دادم، بهت نشون دادم، اینجا نشون دادم، گفتم آقا اینایی که قرمزن رو طرف خانواده انتخاب کردن و اینجا احتمال قبولیشون 0 دیگه. وقتی اونا رو
انتخاب کرده احتمالش خیلی میاد پایین. دومی دلیل که بچه‌ها اصلا نتیجه نمیگیرن و مردود میشن، کمک گرفتن از سایت ها و نرم افزارهای آپدیت نشده. یه سری سایت ها هستن که توی به قول معروف فضای مجازی که در راه خدا منتشر شدن، خب کسی هم نمیاد اونا رو آپدیت بکنه. سومی آشنا نبودن به قوانین و اصول انتخاب رشته. خیلی اصلا قوانین انتخاب رشته رو مسلط نیستن، اصلا نمیرن دفترچه رو بخونن و مطالعه بکنن و یاد بگیرنش، چه برسه اینکه بخوان قوانین رو مسلط بشن. بعدی اینه که آقا مراجعه میکنن به یه سری افراد غیر متخصص، کم تجربه، حتی بی تجربه، که خود براشون انتخاب رشته بکنه. حالا یه سری جالب تر از اون میرن مراجعه میکنن به بقال و چقال و نونوا و مکانیک و اینا که خیلی هم شغلای شریفی هستن، منتها از اینا کمک میگیره. خب تخصصش یا روی یه چیز دیگه است، یا از میره از فامیل، چون فلانی سالهای گذشته برای خودش انتخاب رشته کرده پس برای منم میتونه. بابا قوانین انتخاب رشته تغییر کرده، چارتا عوض شده، فرنگیان جدا شده، تراسا تغییر کرده، باز میری سراغ یه چیز دیگه. اینو باید حتما حواست جمع باشه، اینو خیلی دقت بکن. ببین شده برو پیش یک مشاوری، ولی فامیل و دوست آشنا رو بذار کنار. چرا؟ چون فامیل و اینجور داستانا معمولا اطلاعاتشون مال قرن قاجاره، آپدیت نیستن. این موضوع حتما حواست باشه. حالا راهکارش چیه؟ آقای جغلال راهکار میشه به ما بگی؟ ببین راهکارش اینه که آقا مراجعه بکنی به افراد با تجربه و کاربلد، یا اینکه یه سری قواعد قانونی که الان میخوام بهت بگم اینا رو یاد بگیری، مثل بوم و قطب و نوایی و اینجور داستانا و یه سری چینشای آرایس و اینا رو میخوام بهت یاد بدم، یاد بگیری. حالا بریم که با هم شروع بکنیم. ولی قبلش به من بگو که آقا اصلا برای چی باید انتخاب رشته بکنی؟ انتخاب رشته تنها راه نجات توه. انتخاب رشته قراره تو رو به یک نتیجه عالی برسونه. انتخاب رشته چرا مهمه؟ به این دلیل انتخاب رشته مهمه که قرار آینده تو رو بسازه. انتخاب رشته یعنی آینده تو، یعنی دو فردا درس میخونی تو دانشگاه که تموم شد، بعدش دنبال کار میگردی. کار کجاست؟ کار نیست. حالا بگرد تا کار پیدا بکنی. اینا مهمه. ببین ما تو کشور خیلی از رشته‌های مختلف داریم، طرف بیکاره، خیلی از جاهای دیگه. اینطوری نباید باشی. حداقل یک دانشگاه خوب که بیکار نمونی. ببین ما خیلی بیکار داریم، مثلا ما دندون پزشک، ما خیلی دندون پزشک بیکار داریم. حالا تو به من بگو دندون پزشک همه بیکارن؟ نه. دندون پزشکی شما بگرد یکی دو تا برای من پیدا کن که طرف دانشگاه تهرانی بیکاره، پیدا نمی‌کنی. یا مثلا رشته حقوق خیلی اصلا بیکارن. چرا؟ چون پیام نور خونده یا دانشگاه فلان خونده. گرفتی؟ دانشگاه خیلی مهمه. دانشگاه خوب درس بخونی رو هوا میبرنت. حتی کشورهای دیگه میان دعوتنامه برات میفرستن، میان سراغت به قاپم ببرنت، چون دانشگاه خوب قبول شدی، چون دانشگاه خوب رفتی. گرفتی چی شد؟ یا مثلا تو یکی از دانشگاه پیام نور یکی پیدا کن اپلای گرفته، مثلا رفته خارج، بردن برداشتنش، میبرن؟ نمیبرن. یا مثلا دانشگاه شریف، همه دنبال اینان. گرفتی؟ دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، خیلی از دانشگاه‌های خوب، حالا تو بعضی از استان‌های دیگه هم همینطور. پس گرفتی؟ این موضوع حواست باید بهش باش. یادم سال قبل یه دانش آموزی داشتم به اسم سجاد شکوری که با رتبه 250 شاگرد خودم بود. بعد بهش گفتم آقا بیا انتخاب رشته بکن. رفت انتخاب رشتهش خراب کرد. بعد بهش زنگ زدم خب سجاد چی قبول شدی؟ گفت مردود شدم. اول که جواب من نمیداد، مادرش زنگ زدن گفت آقا جان مردود شده. از این دیوونه بازیه در نیاری، یا رتبت خوب شده بیا مثل بچه خوب بیا مشورت بگیر، کمکت بکنم بهت بگم چیکار بکن. یا برعکس شاگردی رو داشتیم به نام سپان خواجوی که با رتبه بد حدوداً 40,000 ناامید بود، اصلا کلا می‌خواست بگه که ولش کن من دیگه نمیخوام انتخاب رشته بکنم. بعد انتخاب رشته براش کردیم، الان داره شریف میخونه، با سوابق هم انتخاب رشته براش کردیم. گوش میدی؟ اینا باید خیلی حواست باشه. برای همینه که میگم آقا حتما انتخاب رشته بکن، حتی اگر غیر مجاز شدی. اینجاست که میگم آقا انتخاب رشته هوشمندانه باید باشه، آگاهانه باید انتخاب بکنی، همینطوری کلوی دیمی نمیشه که. حالا بریم قدم به قدم انتخاب رشته رو بهت یاد بدم که چطوری باید انتخاب رشته بکنیم. اوکیه؟ قدم به قدم. الان تا اینجا اگر هر چی که گفتم ننوشتی، دور تند گوش کردی، فلان کردی، فدات سرت. ولی از این به بعد باید بنویسی.
از این به بعد باید یادداشت بکنی. اسکرین شات اینا رو نگیر، به خدا نگاه نمی‌کنی اینا رو. حالا ببین میخوام به چی بگم. ببین قدم اول برای انتخاب رشته هوشمندانه به روش RS اینه که آقا شما آنالیز کامل کارنامه‌ت انجام بدی. آقا کارنامه که آنالیز میخواد چی میگی برای خودت؟ آره بابا خیلی مهمه. ببین تمام جزئیاتش، سهمیت، بومت، قطبت، ناحیت همه باید در بیاد. بدونیم که با اینا باید قرار انتخاب رشته بکنیم. حالا جدای از اون باید ما رتبت رو باید بفهمیم که رتبه تو دقیقاً چنده. وقتی تو کارنامت زده مثلا 40,000 20,000 10,000 این 10,000 رتبه تو نیست که. باید من ببینم که اون حبابی که به تو جلوتر توضیح دادم، یعنی در گذشت قبلتر این ور میشه دیگه، آره قبلتر به توضیح دادم، باید بری ببینی که آقا رتبه تو الان چنده، چند نفر از اون صفحه خارج شدن، 50% انتخاب رشته نمیکنن. باید ببینیم رتبه تو دقیقاً چنده که با توجه به اون انتخاب رشته برات بکنیم. خیلی جاها اینو نمیدونن. مثلا دانش آموزی رو داریم که رتبهش طرف شده ارزم حضورش 9000 خورده ای، براش انتخاب رشته. خب طرف نگاه که اون 9000 خورده اینجور داستانا، مثلا تعهدی و پرستاری اینا رو مثلا میتونیم برات بزنیم دیگه. بعد انتخاب رشته مشاور براش چی زده؟ کلا کامپلت انتخاب رشته زده. انتخاب رشتهش پرستاری زده همه رو براش، پرستاری، هوشبری، فلان اینجور داستانا. بابا 4 تا شهر به درد بخوری که مثلا با توجه به اون قاعده قانونی که اصولی که الان جلوتر میگم، طرف پزشکی میتونست در بیاد. اشتباه طرف اصلا کلا یه چیز دیگه براش زده. پس رتبه دانش آموز اونی نیست که شما میبینی. گرفتی چی شد؟ این از این موضوع. یعنی شما کارنامه‌ت باز کنی یه رتبه زده، دقیقاً اون نیست. رتبت خیلی بهتر از اونه، ترازت خیلی بهتر از اونه. چون ما یه حباب داریم، همون مثال نونوای نون کنجدی زدم براتا، دقیقاً همونه. گرفتی؟ این از این. بعد اکثرتونم تو فضای مجازی بحث کارنامه اینا پیش میاد، خیلیاتون مثلا برمیگردید با هم میگید آقای جاغلو فلانی ببین با فلان رتبه کیو قبول کرد چیکار کرد. ببین اینا رو ما هم انجام میدیم ولی دیگه اینقدر چاخان پاخان دیگه نمیبافیم براش. نگاه کن با رتبه 3500 مثلا داروسازی روزانه کرمانشاه، ببین دونه دونه من کارنامه زیاد سریع رد میشم، ولی دیگه خیلی‌ها نیاوردم که جا نمیشد. یا مثلا با تراز 8 و خورده‌ای پرستاری دانشگاه تهران زده، خودش دوست داشته رشته‌های بهتری هم میتونست قبول بشه، خب دوست داشته با این تراز مثلا پرستاری بزنه. خب نمیایم بگیم که آقا تو اشتباه کردی فلان، خب دوست داشته این قضیه رو. اینم بعضی وقتا این هست. با 29000 آموزش ابتدایی قبول شده، یا مثلا با رتبه 10000 پرستاری اسعدآباد قبول شده، تراز 7600، یا مثلا با تراز 7900 داروسازی کرمانشاه روزانه قبول شده این دانش آموز، یا بعدی با 8900 فیزیوتراپی دانشگاه ایران قبول شده، یا مثلا با رتبه 14700 پزشکی آزاد قبول شده. گوش میدی؟ اینا رو ما هم داریم. مثلا با رتبه 37000 پرستاری روزانه بیرجند قبولش کردیم. ببین کارنامه زیاده، من دیگه ادامه نمیدم که دیگه وقتمون گرفته نشه با کارنامه نشون دادن. ما هم از این کارنامه ها زیاد داریم که با رتبه‌های نجومی، با رتبه‌های خوب، جاهای خوب رو قبول کردیم. اوکیه؟ قدم دوم توی انتخاب رشته اینه که آقا شما شناخت و آگاهی کاملی از رشته و شهر دانشگاه داشته باشی. متاسفانه خیلی از مشاورین اصلا شناخت کاملی از رشته و دانشگاه و شهرها ندارن. یعنی طرف رشته و شهر و دانشگاه رو هنوز نمیدونه، بعد داره انتخاب رشته میکنه. با این وضعیت خب معلومه برای دانش آموز چه رشته‌ای رو انتخاب میکنی، و حالا انتخاب میکنی به کنار، طرف اصلا میزنی ناکار میکنی با اون رتبه‌ای که داره. این اتفاقا خیلی میفته. بعد اینکه خیلی از دانش آموزا منبع تحقیقشون برای انتخاب رشته کیه؟ منبع تحقیقشون از اون فرد بی تجربه یا کم تجربه یا فک فامیل و دوست و آشناست که این غلطه. چرا؟ آمار رو نگاه کن، طبق آمار، این آمار آوردن برات. متاسفانه هر ساله 26% از دانش آموزان وارد رشته‌هایی میشوند که با انتظاراتشان متفاوت است و پس از مدتی انصراف میدهند. چرا انصراف میدن؟ به دلیل اینکه یه رشته‌ای رو بهش انتخاب رشته کردن که اصلا طرف اون رشته رو نمیشناسه، اصلا هیچ علاقه هم بهش نداره، و این باعث میشود که سالها از عمر این دانش آموزان هدر بره. خیلی از مشاورین اصلا نمیشناسه رشته رو، مثلا فکر میکنه رشته حقوق همون فقه و حقوقه، فکر میکنه بهداشت همون بهداشت عمومی، همون بهداشت حرفه‌ای، همون بهداشت مدارس، همون بهداشت بازرسی و بهداشت،
هم فکر میکنن همشون یکیه، در صورتی که این اصلا کلا متفاوته. یا مثلا طرف اصلا هیچ اطلاعاتی از رشته زیستشناسی جانوری و زیستشناسی دریا نداره، فکر میکنه زیستشناسی مثلا جانوری همون مثلا نمیدونم زیستشناسی سلول مولکولیه، این اصلا با هم سنخیت آنچنین متفاوته. یا مثلا زیستشناسی جانوری با گیاهی مثلا یکی میدونه انگاری، یا زیستشناسی گیاه فناوری نه اصلا کلا یکی میدونه. اینا غلطه. مثلا طرف کاردرمانی اصلا نمیشناسه، اصلا رشته کاردرمانی یعنی چی فکر میکنه مثلا یه سری آدم دارن کار میکنن باید بری درمونشون بکنی. نه اصلا یه رشته فوق العاده است کاردرمانی. مثلا رشته پرتو درمانی با پرتو شناسی طرف اصلا نمیدونه، فکر میکنه اینا یکیه، بعد برای بچه انتخاب رشته میکنه، بچه کلا میره بعد ناامید میشه، انصراف میده. یا مثلا فکر میکنن مدیریت مالی برابری با حسابداریه، نه. یا مثلا علوم سیاسی فکر میکنن علوم تربیتیه، اصلا علوم سیاسی با علوم تربیتی اصلا کلا یه دوتا چیز اصلا خندم میگیره واقعا این حرفا رو بزنم. یا مثلا آقا مثلا خیلی از بچه‌ها میان میپرسن آقا پزشکی برم، دندون برم، کدومو برم؟ خب اینو من باید بر اساس هر فرد بهش توضیح بدم. نمیتونم بگم مثلا پزشکی بهتره یا دندون پزشکی بهتره، برای هر فردی متفاوته. یا مثلا پرستاری برم یا فیزیوتراپی برم، اتاق عمل برم یا هوشبری، یا پرتو درمانی برم یا پرستاری. ببین تو بعضی از شهرها مثلا دانشگاه خوب، مثلا یه دانش آموز با ما ارتباط میگیره، میبینم دانشگاه خوب تو شهرش مثلا برای پرتو شناسی خیلی خوبه، میگم آقا پرتو شناسی مثلا برای تو خیلی خوبه. یا مثلا بهش میگم آقا تو حتما فیزیوتراپی بزن، برای تو خیلی بهتره، با توجه به شناختی که ازش پیدا میکنم، تستایی که ازش میگیرم، اینا خیلی مهمه. شناخت درست میدونی یعنی چی؟ شناخت درست یعنی اینطوری که من به دانش آموزام میگم، اسلایدر ببین شناخت یعنی این، من به دانش آموزام تمام رشته ها رو تک تک معرفی میکنم. یعنی میگم آقا یه فایل داریم، یه کانال زدیم، توی اون کانال تک تک این سوالا رو در رابطه با هر رشته بررسی میکنیم. مثلا نام رشته به فارسی و انگلیسی، یه معرفی جامعی از کل رشته رو توضیح میدیم که برای قابل فهم باشه برای دانش آموزای کنکوری. نوع گزینش رشته رو میایم میگیم آقا بومیه، کشوری، قطبی، استانیه. مدت دوره تحصیلش رو میگیم، تو هر مقطع، تو ارشد، تو دکترا، توی کارشناسی میگیم چقدر باید درس بخونی، طرح داره یا نداره، میایم میگیم. نوع کارش رو میگیم آقا تو ایران الان به چه شکلیه، با شخصیت تو میخوره یا نه، شرایط مهاجرت داره یا نداره، اینا رو توضیح میدیم. معایب و مزایاشو هم تو ایران هم تو خارج کشور توضیح میدیم. میایم آقا در رابطه دروس اصلی که باید توی دانشگاه، درسایی که تو دانشگاه باید بخونی اینا رو میگیم، معایبش هم میگیم، معایب رشته هم میگیم. خیلی جاها بری از فک فامیلت بپرسی همه از خوبی های رشته تعریف میکنن، کسی برای تو از بدی های اون رشته توضیح نمیده. یا در رابطه بازار کار فعلیش و آیندهش، خیلی بازارکار الانش رو میبینن به تو میگن، بازارکار آیندهش رو نگاه نمیکنه، 10 سال بعد مثلا این رشته اصلا کلا نابوده. یا مثلا رشته پروتزهای دندانی، خب این رشته با اومدن پرینترهای سه‌بعدی و هوش مصنوعی خودش دیگه طراحی میکنه، یعنی دیگه نیازی به شخصی نداره که بیاد اینو انجام بده. یعنی این رشته 2 فردا از بین میره. کی میره؟ الان میره، الان بازارکارش فوق العاده است. کی از بین میره؟ 10 سال آینده. خب تو شما که فارغ التحصیل میشی از این شغل، بعد میای میبینی که بله هیچ دیگه این رشته رو دارن جمع میکنن، حالا بیا برو دنبال کار بگرد، مجبوری یا رشته دیگه بخونی یا کلا بری یه اسنپ و جای دیگه کار بکنی. چرا؟ چون برای این رشته دیگه کار وجود نداره. رشته خوب یا خیلی جاهام تعریفشو میکنن ولی بازار کار در 10 سال آینده نداره. یا در رابطه حقوق دریافتیش تو الان و 10 سال آینده، یا تو به دلار به چه شکل حقوقش، مشاغل مرتبطش، نوع کارش. مثلا شما این شغل بعداً تموم کردی، اون رشته رو تموم کردی، حالا باید بری یه جا استخدام بشی یا باید بری خود اشتغال باشی. یعنی مثلا پزشکی میخونی باید خود بری مطب بزنی، این قابلیت رو داره و 2 فردا مثلا میتونی چیکار بکنی؟ بری بیمارستان جایی هم استخدام بشی. بعضی از رشته ها اینه که فقط باید بری خودت کار کنی، بعضی از رشته ها استخدامی داره، اینا رو باید حتما حواستون باشه. آقا این رشته اصلا تو ایران بیشتر تئوری عملیه، اینو توضیح میدیم. این رشته اصلا برای مثلا آقایون بیشتر مناسب تره یا برای خانوما؟ مثلا مهندسی نفت یه سری چیزا رو شما شاید بدونی که مثلا برای آقایون مناسب تره ولی برای خانوما نه.
یا مثلا بعضی از رشته‌ها که اصلا خیلی نمیشناسید انتخاب میکنید، بعدا میرید دچار مشکلات زیاد میشید. اینو باید حتما حواستون به این قضیه باشه. و خیلی از توضیحات دیگه که بخوام توضیح بدم خیلیه و اینکه توانایی لازم برای رشته، نمیدونم دانشگاه‌های تاپی که این رشته رو ارائه میدن خیلی توضیحات داره. یعنی فقط شناخت رشته خودش به تنهایی چندین ساعت توضیحات داره که همه اینا رو در قالب فایل نوشته به دانش آموزا میدم. قدم سوم اینه که آقا شما تسلط کامل بر قوانین و ضوابط انتخاب رشته داشته باشی. مثلا 90% دانش آموزا که اصلا نمیدونن، سر در نمیارن از اینا، و 90% مشاورین مثلا به روز نیستن. مثال بزنم، یه دونه الان اینجا برات سوال آوردم، یک نفر از ظرفیت رشته شیمی دانشگاه تهران مونده، اون یک صندلی به کدوم شخص میرسه؟ فرض کن یه دانشگاه مثلا تهران رشته شیمی مثلا 20 تا صندلی داره، از این 20 تا 19 تاش پر شده، یه دونه خالی مونده. حالا این یه دونه به چه شخصی میرسه؟ شخصی که رتبه 100 آورده تو انتخاب آخرش نوشته، یا شخصی که رتبه 101 توی انتخاب اول خودش آورده؟ معمولا من توی همایشه که از بچه‌ها میپرسم یا توی همایشایی که برای مشاورین میذارم، کدوم یکی از اینا اون صندلی رو تصاحب میکنه؟ 99% مشاورین اشتباه میگن این قضیه رو. 99% مشاورین اصلا غلط میگن، اصلا نمیدونن، میگن آقا دقیقاً کدوم رو بزنیم. به خاطر همینه میگم انتخاب رشته خیلی تخصصی باید باشه. شما باید بدونی که مثلا کسی که تهرانیه الان مثلا پزشکی سمنان رو باید بالاتر بزنه یا اصفهان رو بالاتر بزنه، یا برعکس اصفهان رو باید بالاتر بزنه یا مثلا کرمان رو بالاتر بزنه، اصفهان رو بالاتر بزنه یا مشهد رو بالاتر بزنه. اینا خیلی نکات مهمی هستند و یه دونه انتخاب رشته اشتباه بزنی کلا سوخت میشه. بریم ادامه کار. ببین خیلی نمیدونن که اصلا ما کلا چند تا انتخاب رشته داریم. تون میگم چون به دلیل اینکه مطالب زیاده. خیلی ها اصلا نمیدونن ما چند تا انتخاب رشته داریم. ببین هر داوطلب 4 تا نوع انتخاب رشته انجام میده و 7 الی 8 تا لیست. ببین یه لیست انتخاب سراسری داری که با کنکور 150 تا رشته، اکثرا فقط همین اولی رو میشناسید. مشاوران اکثرا همینو بلدن، مابقی بلد نیستن، خیلی کم پیش میاد بلد باشن. انتخاب سراسری با سوابق، توی این بالایی انتخاب رشته‌ای که میکنی به رتبت بستگی داره، با کنکور با آزمونه. تو پایینی به رتبت بستگی نداره. اون 150,000 که گفتم قبول شده بود، اون به رتبهش بستگی نداره، با سوابق براش انتخاب رشته کردم. گوش میدی؟ اون اصلا ربطی به چیزش نداره. یا مثلا انتخاب آزاد، دانشگاه آزاد با سوابق، ما یه 100 تا کد داریم، باید یه لیست 100 تایی باید بچینی. انتخاب آزاد داریم با کنکور سراسری، با کنکور اونم باز دوباره 100 تا انتخاب داری. یعنی جمعاً 450 تا انتخاب داری، حدوداً 7 الی 8 تا لیست. آقا چرا نوشتی 7 تا 8 تا لیست؟ چون انتخاب آزاد 5 تا لیست 20 تایی باید پر کنیم، میشه 100 تا. بعضی وقتا سراسری با هم ادغام میشه، بعضی وقتا جداگونه است، ولی در کل شما 7 الی 8 تا لیست انتخاب داری. خب آقا جاقل اینی که گفتی یعنی چی؟ یعنی که دانش آموزی که میاد پیش من انتخاب رشته براش میکنم، 4 تا دونه انتخاب رشته براش انجام میدم، 4 تا انتخاب رشته براش انجام میدم که گوش بده که مهرماه 4 تا براش قبولی میاد، 3 تا قبولی میاد که اونجا مهرماه تصمیم میگیره این رشته رو برم نرم. مثل این میمونه که 4 تا کارت دعوت برات میاد، 4 تا عروسی دعوت شدی، شما الان ناز میکنی کدومو برم کدومو نرم. گرفتی؟ این از این موضوع. بچهای ما اینطوری براشون انتخاب رشته میکنیم. این موضوع باید خیلی حواست جمع باشه. خیلی جا میری یه دونه انتخاب رشته برات میکنه، همونم میزنه مردود، بعد کلا هیچی، سال بعد دوباره پشت کنکور. ما 4 تا انتخاب رشته میکنیم. حالا تهش دانش آموزای ما هر کدومو که دلشون خواست میرن، هر کدومو که دلشون نخواست نمیرن. متوجه شدی چی شد؟ به همین راحتی. محرومیت هم که ما نداریم. مورد بعدی گزینش دوراست. ببین بعضی از رشته ها به قول معروف اینو که دیگه حدودا باید بدونید، آقا گزینشمون تو کشور بر حسب دوره به این شکله. یا ما دانشگاه روزانه داریم یا شبانه است یا غیر دولتیه، غیر انتفاعی. روزانه خب پول نداره، نباید پول بدی، و شبانه هم یه هزینه محدودی ازتون میگیرن، شهریه باید بدی. یه غیر دولتی غیر انتفاعی داریم که اونم هزینه داره، یه نیمه حضوری، اینا رو داریم. اینا توضیحاتشو بچه‌ها
توی کانال اینا براتون میذارم، خیلی توضیحات داره. خب و بچه‌هایی که با انتخاب رشته با ما میکنن دیگه اینا رو نیاز نیست که مثلا دغدغه داشته باشن، همه رو ما خودمون انجام میدیم، توضیح میدیم بهشون. یا مثلا بعضی از رشته‌ها داریم شرایط خاصی دارن، با شرایط خاصی. سری دانشگاه هستن که یه سری شرایط خاص دارن، تک جنسیتی و فلان اینجور داستانا. مثلا بارها پیش اومده مشاور اومده مثلا دانشگاه علوم قضایی و خدمات دادگستری انتخاب کرده دانش آموز، بعد دانش آموز رفته اونجا اصلا کلا تم مذهبی و این چیزا رو نداشته این دانش آموز، بعد رفته اصلا کلا دیگه ناپدید شده این دانش آموز. این موضوعات باید خیلی حواستون باشه. یا مثلا تقسیم بندی سهمیه‌ها، ما انواع سهمیه‌ها رو داریم، سهمیه مناطق رو داریم 1 2 3، سهمیه مناطق محروم و درگیر برای طبیعی داریم. مثلا منطقه محروم جدا از این اعداد سهمیه‌های منطقه محروم یه سهمیه دیگه‌ای هم داره، مثلا بوشهر، هرمزگان و کردستان و ایلام و چهارمحال بختیاری و لرستان و کوکیلو و بوراحمد و سیستان بلوچستان و کرمانشاه، اینا یه سری منطقه دیگه یه امتیاز بیشتر دارن، حالا بنا به دلایلی. یا سهمیه 25% ایثارگران، یا یه سری سهمیه‌های المپیاد و برگزیدهای خوارزمی، اینجور داستانا. یا مثلا ما یه سری گزینش داریم، بعضی از رشته‌ها یه سری گزینش خاصی دارن، مثلا رشته پزشکی گزینشش کشوریه، مثلا گزینش ناحیه‌ای داریم، قطبی داریم، کشوری داریم. هر شهری، هر رشته‌ای یه گزینش خاصی داره. گرفتی چی شد؟ اینا رو باید تو انتخاب رشته لحاظ بکنی که جلوتر میگم اینا باید لحاظ بشه، توضیحش مفصل میدم. یا مثلا انواع بوم و قطب و ناحیه داریم. ببین مثلا دانش آموزی که توی تهرانه، مثلا دانش آموز تهرانی فکر میکنه، نقشه رو نگاه کن، دانش آموز که توی مثلا تهرانه فکر میکنه که مثلا سیستان بلوچستان بزنه راه دور قبول میشه، در صورتی که اصلا احتمال قبولی دانش آموز تهرانی توی سیستان بلوچستان 20%. خب یا مثلا دانش آموزی مثلا سیستان بلوچستانی، خب بعضیا فکر میکنن مثلا بزنه مثلا شهر دیگه احتمال قبولیش بالاتره. نه، دانش آموز سیستانی تو شهر خودش انتخاب بکنه خیلی احتمال قبولیش بالاتره. یا مثلا برعکس دانش آموزی که مثلا دوستان مرکزیه فکر میکنه مثلا اصفهان و یزد اینا رو بزنه احتمال قبولیش بالاتره. یا مثلا فکر میکنه بیاد تو بوشهر و هرمزگان و کیش و اینجور داستانا رو بزنه احتمال قبولیش بالاتر میره، راه دوره، اصلا ربطی نداره خیلی به این شکل. راه دور وقتی معنی پیدا میکنه که توی ناحیه و قطب تو باشه، گرفتی؟ یا ناحیه و قطب تو نباشه. اینا تأثیر داره. تو بعضی از بچه‌ها ما ناحیه قطب رو تأثیر میدیم، بعضیا نمیدیم، چون رشته‌های پرطرفدار داریم که اونا دیگه کلا گزینششون کشوریه، ربطی نداره چه راه دور چه راه نزدیک. بعضی از رشته‌ها اصلا گزینشش کشوریه، ربطی نداره راه دور و نزدیک و اینجور داستانا. اوکیه؟ کلا تو همه جای کشور احتمال قبولی یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. و خیلی‌ها فکر میکنن چون مثلا بعضی از رشته‌ها تو شهر خودت یه چیزی شنیدن بومیا اولویتش بالاتره، فکر میکنن همه رشته‌ها اینطوریه. نه، رشته‌های پرطرفدار گزینشش کشوریه. بریم یه چند تا اعداد ارقام برات مثال بزنم با پیچیدگی انتخاب رشته یه ذره آشنا بشی، بدونی که چرا بعضیا رد میشن بعضیا قبول میشن. ببین اسلایدا رو. مثلا سازمان سنجش میاد میگه آقا مثلا یه رشته 100 تا ظرفیت داره، من 70% مثلا 25% میدم به 25%، 5% میدم مثلا برای سهمیه‌ها، 70% میدم برای داوطلبای آزاد. بعد اون داوطلب آزاد رو برمی‌داره 30% میده به دختره، 30% میده به پسرها، 40% هم میاد رقابتی میکنه. بعد از اون ورم میاد میگه که آقا یه دسته بچه‌ها مناطق محرومن کلا، پس این سیستم عوض میشه، سیستم بچهای محروم رو بیشتر میکنن. بعد دانش آموزی که رشته پرطرفدار انتخاب میکنه کلا باز بازی عوض میشه، باز دوباره میشه 60-40، 70-30 دوباره میشه 60-40. یعنی این پیچیدگی های انتخاب رشته است که بچه‌ها دچار مشکل میشن، یعنی از یک شهری به یک بوم و اینجور داستانا متفاوت میشه. این پیچیدگی سازمان سنجشه که متاسفانه خیلی از بچه‌ها رو درگیر میکنه و نمیتونن انتخاب رشته درست حسابی رو داشته باشن. آدم مغزش سوت میکشه سر این قضیه. و حالا میرسیم به قدم چهارم اینی که آقا شما با میانبرهای رسیدن به علاقت آشنا بشین. ببین بعضی وقتا ممکنه که شما خدمت دارزم که اون رتبه و اون چیزی که میخواستی رو بیاری نتونی بیاری، ولی میتونیم که اونو برات انتخاب رشته انجام بدیم. مثلا شما میخوای بری مثلا مهندسی مکانیک بخونی، ولی رتبت به مکانیکه مثلا نمیرسه، هوافضا رو میزنیم که
اکثر درساش توی دانشگاه مثل همن، چند تا درساشون فرق میکنه. شما بتونی توی دانشگاه تغییر رشته بدی. دیدی دیگه مثلا خیلی از بچه‌ها از رشته ریاضی میرن رشته تجربی، یه دونه زیستش امتحان میده میره اونجا میشینه، بهترم تازه براش هست. توی دانشگاه هم همچین قابلیت‌های وجود داره. بیا اسلایدها مثلا نگاه کن، ما یه لیسانس پیراپزشکی داریم به پزشکی که اینو خیلی توصیه نمی‌کنم. مثلا بعضی از بچه‌ها میگن آقا من الا و بالله مثلا اینجور داستانم. خب میایم چیکار می‌کنیم؟ براش لیسانس یا پیراپزشکی ها رو میزنیم، پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، اینجور داستانا. بعد مثلا لیسانس شرکت میکنه میاد و تغییر رشته میده به پزشکی. یا مثلا بچه‌هایی که بهیاری سهمیه‌ای که دارن میان پیراپزشکی میتونن بخونن، اتاق عمل، هوشبری و اینجور داستانا. و بچه‌هایی که مثلا هوافضا میتونن برن به مکانیک، مهندسی صنایع میتونه به مکانیک بره، میتونه به هوافضا بره، یا علوم مهندسی‌ها کلا میتونن به تمام مهندسی‌ها، مهندسی نفت، مهندسی مکانیک، مهندسی پلیمر، به همه تقریبا به همه مهندسی‌ها میتونه که تغییر رشته بده. یا مهندسی معدن میتونه بریم به مهندسی عمران و برعکس. توی رشته‌های انسانی مثلا علوم تربیتی طرف روانشناسی رتبهش نرسیده، روانشناسی دانشگاه تهران میاد علوم تربیتی میخونه بعد تغییر رشته میده. یا مثلا روانشناسی میاد به علوم تربیتی تغییر رشته میده، یا برعکس میتونن به مشاوره برن، یا همه گرایش هایی که وجود دارن میتونن به رشته مدیریت هم برن. فرهنگیان هم مثلا بعضی وقت اتفاق میفته یه دانش آموزی فرهنگیان رد شده و فرهنگیان قبول نشده، ما هم چیکار میکنیم؟ یکی از رشته‌های حالا ادبیات یا فلان رو براش میزنیم که بتونه بعد از اینکه فارغ التحصیل شد یا در طول فارغ التحصیلیش از طریق ماده 28 بتونه که قبول بشه و فرهنگیان بره و یک معلم بشه. این موضوع رو هم حتما باید حواستون باشه. دانشگاه‌های دو مدرکی اینجور داستانه که قوانین جدید اومده فعلا حالا هست، حالا جزئیاتش منتشر نشده، من در موردش فعلا صحبت نمی‌کنم. یا مثلا دانشگاه آزاد هم جدیدن یه قانونی دارن تصویب میکنن که قطعی نشده که مثلا بچه‌ای که دانشگاه آزادن میرن میتونن که به قول معروف دانشگاه دولتی بیان و توی دانشگاه دولتی بخونن، تغییر بدن جاشونو. مرحله پنجم توی انتخاب رشته شما باید تست شخصیت شناسی و تست شغلی بدی. یعنی چی؟ یعنی نباید بیای انتخاب رشته احساسی انجام بدی که دو فردا اون قبلتر توضیح دادم گفتم 29% بچه‌ها معمولا انصراف میدن از رشته ها. یادت هست؟ جلوتر گفتم این الان همونه. یعنی احساسی اگر انتخاب رشته کنی دو فردا پشیمونی. انتخاب رشته درست اینه که ترجیحی باشه، منطقی و عقلانی، یعنی بر اساس شناخت باشه، علاقه باشه، موقعیت شغلی، امکان اشتغال، مخصوصا امکان اشتغال حواست باشه. بعد از اینکه دانشگاه فارغ التحصیل شدی بیکار نشینی، گرفتی؟ بیکار نباشی و نه دنبال شغل بگردی. اینا خیلی مهمه. دوری و نزدیکی دانشگاه، نمیدونم موقعیت شغلی، دو فرد گله‌زاری نکنی آقا این دانشگاه دوره نمیتونم، اینجور داستانا. خب این تست شخصیت شناسی شغلی من خیلی بهش اهمیت میدم، به خاطر اینکه آقا یکی از شاگردا بود مثلا رشته هنر دوست داشت، بابا مامانش اجازه نداده بودن رشته هنر بره و از اون برم خب مهندسی هم دوست داشت. یه ذره حالا ما تحقیق کردیم دیدیم باباش ساخت و ساز اینا میکنه، به ساخت و سازم علاقه داشت، براش انتخاب رشته انجام دادیم. با توجه به تستایی که ازش گرفتیم دیدیم که آقا مهندسی معماری براش بهترین رشته‌ای که میتونه باشه. گرفتی چی شد؟ یعنی میگیم تستای شخصیت شناسی اینجور داستانا اینطوریه. آقا به ساخت و ساز اینا مثلا میتونه پیش بره. حتی رشتهش ریاضی بودا. مورد آخر یا قدم آخر توی انتخاب رشته اینه که آقا چینش اصولی و هوشمندانه انجام بدی. ببین این که میگم چینش اصولی یعنی این که شما کنترل بکنی چینشی که انجام دادی، اون لیستی که برای خودت برگزیدی، کنترل بومی گزینی رو داشته باشی. یعنی ناحیت رو کنترل کنی، قطب و استان تو همه رو باید کنترل کنی. درصد ریسک چینش رو هم باید کنترل کنی. ببینی این چینش که انجام دادی ریسکش بالاست، ریسکش کمه، ریسکش متوسطه، دقیقاً به چه شکلی، اینو باید حتما مد نظرت قرار بدی. بعدی اینه که آقا یه سری از شهرها و دانشگاه‌ها رو باید نادید بگیری که 99% مشاوره اصلا این موضوع اصلا نمیدونن چیه. بعدی اینه که آقا کنترل کیفی و شناخت برخی از رشته‌ها کامل باشه. یعنی ما کنترل بکنیم ببینیم آقا شناخت بعضی از رشته‌ها درسته یا نه. مثلا این رشته‌ای که الان میگیم مثلا پاتو گردی توی گیلیم که میگه آقا من باید رشته کاردرمانی برم، آیا واقعا این رشته رو
میدونی یا نه؟ میشناسی یا نه؟ مثلا اومدی میگی که آقا من میخوام فقه و حقوق برم، میشناسی یا نه؟ صرفاً چون شباهت داره به رشته حقوق فکر میکنی اونه. باید کنترل بکنیم توی چینش که دوره‌های روزانه و شبانه و مازاد توی انتخاب رشته‌ت به چه شکلیه. رشته‌های متمرکز با شرایط خاص رو باید کنترل بکنیم. بعد اصلاحیه‌ای که دفترچه انتخاب رشته سراسری توی سازمان سنجش منتشر میکنه، این اصلاحیه ها رو هم باید اعمال کنیم توی انتخاب رشته. اینا خیلی مهمه. ببین فقط یک دونه اشتباه میتونه کل انتخاب رشته رو بسوزونه و کلا مردودت کنه، مثل این ویدیویی که برات نشون دادم. حالا ما تو مجموعه راهبرد برتر به نظر چیکار میکنیم که شاگردامون میتونن یه نتیجه خوب بگیرن؟ خوب گوش بده. ببین ما اول یه فرم محرمانه علاقه‌مندی و رغبت سنجی اینا رو از دانش آموز میگیریم، پر میکنیم با اولیاش. بعضی وقتا حالا اولیا همکاری نمیکنن، با شاگرد پر میکنیم. احتمال قبولی ها رو میسنجیم، بر اساس تراز و رتبه تحلیل میکنیم، بعدن چینش رو انجام میدیم. یه بار چینش اولیه انجام میدیم، یه بار چینش اصلاحی انجام میدیم. گوش میدی؟ اصلاحیه دوباره روش انجام میدیم. یه سری کد رشته هایی که حالا پنهانی که حالا تقریبا وجود داره، میگم پنهان دور از چشم شما هست، نه اینکه کلا یه چیزی سازمان سنجش به ما داده. خیلی‌ها میان میگن آقا یه سری کد رشته هایی هست که فقط ما داریم. نه، یه سری چیزایی که حالا فن و فنونی هست که اونا رو ما به کار میبریم و اینکه چینش نهایی انجام میدیم، یه سری فوت و کوزه‌گری براش لحاظ میکنیم و سیستم انتخاب رشته هوشمندانه RS رو لحاظ میکنیم و بعد انتخاب رشته‌مون تقریبا کامل میشه و لیست آماده با کل کدها رو تحویل شما میدیم بخوای که وارد سایت سنجش بکنیم. یعنی خدمات ما توی مجموعه راهبرد برتر این هاست. اول کارنامه آنالیز میکنیم با تمام جزئیاتش، احتمال قبولیات رو قشنگ کامل میسنجیم، با تراز و رتبت اینا رو همه رو بررسی میکنیم، تماس تلفنی با خودت میگیریم، اگه نیاز باشه با اولیات هم میگیریم با توجه به درخواست خودت. فرم محرمانه علاقه‌مندی و رغبت سنجی رو برات پر میکنیم. آرشیو رو بهت میدیم، آرشیو معرفی رشته ها رو بهت دسترسی میدیم. 2 کارگاه به قول معروف معرفی قوانین انتخاب رشته رو داری، قوانین رو برات توضیح میدیم. قوانین آقا برای چی توضیح میدیم؟ مگه شما قرار نیست انتخاب رشته برامون بکنید؟ چرا؟ قوانین هم بهت توضیح میدم که با خیال راحت بدونی که من برات چجوری انتخاب رشته کردم. و یه سری میانبرهای رشته‌های مختلفم با توجه به علاقت بهت میگم. میانبرهایی که الان توضیح دادم اونا رو کامل برات توضیح میدم. تستای شخصیت شناسی و شغلی ازت گرفته میشه. چینش اولیه انجام میدم به روش ماتریس هم برات انجام میدیم. بعد چینش اصلاحی انجام میدیم. یه سری رشته ها رو درش لحاظ میکنیم، کد رشته هایی که میگیم از دید شما پنهان اونا رو لحاظ میکنیم. چینش نهایی انجام میدیم، یه سری فوت کوزه‌گری رو لحاظ میکنیم درش و سیستم انتخاب رشته هوشمندانه RS رو هم داخلش لحاظ میکنیم. بعدش کلا یک لیست آماده و کامل و گوگلی مگولی رو بهت میدیم، برمیداری میبری تو سایت سنجش وارد میکنی، 1-2 هفته منتظر میمونی که نتایج بیاد. توی راهبرد برتر جای هیچ ریسکی باقی نمونه، پس با خیال راحت با ما انتخاب رشته کن. حالا شاید سوال بپرسید که آقا برای ثبت نام باید چیکار بکنیم؟ برای ثبت نام کافیه که به شماره 0990 5600 یه ذره 09 زیاد داره قاطی نکنی، 0990 5600 پیام بدید توی تلگرام، همون جایی که بهت ویدیو رو ارسال کردم همونجا، و کارنامه‌تون جور داستانا رو برام ارسال بکنی، یه تحلیل یه بررسی روش داشته باشیم، بعد در نهایت بتونی ثبت نام کنی. فقط یه نکته، ببین چون ظرفیت محدوده، خودت هم میدونی دیگه، همه جا انتخاب رشته نمیشه که 500,000 نفر انتخاب رشته کرد. یه نفر آدمم به قول معروف با حالا به قول معروف یه سری اقدامات و دستیار چیزی که داریم، نهایتا بتونیم 100-150 تا انتخاب رشته بکنیم دیگه، بیشتر نیست که. درسته؟ خب حالا میخوام چی بهت بگم؟ میخوام بهت بگم آقا چون ظرفیت محدوده زودتر اقدام کن که جا نمونی. شاید بپرسید که هزینه چقدره؟ ببین هزینه‌ش هم بسیار بسیار مناسبه، بسیار مناسب. یعنی از تمام مجموعه کنکوری هزینه شما پرسیدیم از این مجموعه دیگه چقدر هزینه میگیرن، هزینه رو آوردیم پایین. به چه دلیلی؟ به خاطر اینکه از روی لجم شده میخوام کاری بکنم که هیچ دانش آموزی به خاطر هزینه و اینجور داستانا نشه که مثلا انتخاب رشته نکنه.
ولی انتخاب رشته دیگه شوخی بردار نیست. به خاطر این قضیه که همه بچه‌ها بتونن انتخاب رشته بکنن، به این دلیل کسایی که زودتر ثبت نام میکنن با تخفیف براشون انتخاب رشته رو انجام میدیم. فقط یه نکته، اگر ما ظرفیتمون پر بشه این ویدیو رو کلا برمی‌داریم، یعنی این ویدیو رو برمی‌داریم و ظرفیتمون پر میشه دیگه، بعد دیگه نمیتونیم که ثبت نام بکنیم، مگر اینکه حالا یه دانش آموزی 2 تا دانش آموز دیگه کلا از بیخ غیر مجاز بشن و به همین دلیل ما مجبور بشیم که مثلا اون دانش آموز حذف بکنیم که در طول انتخاب رشته‌ای که شروع شده اون موقع احتمالاً با هزینه اصلی انتخاب رشته‌مون رو انجام میدیم. پس تا زمانی که نتایج منتشر نشده و اینجور داستانا حتما ثبت نامت رو قطعی کن، یا حداقلش میتونی چیکار بکنی؟ میتونی که رزرو بکنی، پیام بده رزرو بکن تا ظرفیت رو اینجور داستانا رو از دست ندی. با آرزوی دیدار، میبینم تو انتخاب رشته و اینها رو برات انجامش میدم.